سلام، من امیر سالارم، یک مسافر و به تازگی خونم رو تو تهران تحویل دادم و به عنوان یک بیخانمان قرار چند سال آینده رو با موتور دور دنیا سفر کنم. حالا سوال اینه که به عنوان یک گیاهخوار سخت نیست؟ من ترجیح میدم غذای خیلی ساده و مغذی انتخاب کنم که تو همه کشورها پیدا شه و بشه ارزون اونا رو خرید. حالا سوال اینه که آیا گیاهخواری اصلا خلاصه میشه فقط در خوردن؟ تو نه، موضوع فقط در گیاه خلاصه میشه، نه فقط در خوردن. حالا ماجرا چی؟ گیاهخواری طبیعتا یک سبک زندگیه. سبک زندگی ابعاد بسیار مختلفی داره، نه فقط خوردن. شخص تصمیم میگیره زندگیشو طوری تنظیم کنه که کمتر از حیوانات تغذیه کنه و کمتر به محیط آسیب برسونه. ما فقط گیاه نمیخوریم، فقط اسمش به اشتباه گیاهخواری. گیاهخواری یک دین نیست، یک مذهب نیست، یک ایدئولوژی نیست و قرار نیست کسی رو مجبور کنیم که این کار انجام بده. حالا بذاریم بهتون نشون بدم چطور میشه در سفر و هزینه خیلی کم گیاهخوار بود. من همیشه صبحانه فقط کره بادوم زمینی میخورم و هر نونی که به دستم برسه. من هر شهر یا کشوری که برسم اول کمی آش و دال عدس پیدا میکنم، کمی برنج و ماکارونی. و برای هر وعده اینها رو مثل خوراک درست میکنم و با ادویه خیلی خوشمزه میشه. البته سعی میکنم یه مقدار آجیل و آب زیاد هم استفاده کنم که همه چیزایی که لازم داره بدن تقریبا تامین بشه. واقعا این برنامه‌های تغذیه‌ای وسواس برانگیز اصلا لزومی نداره.